و چیزی که ما مطالعه کردیم از قرآن و از سنت در او رابطه میخواستم که طالبا را معرفی کنم. طالب کی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان برای ما شما بشارت میده، برای ما شما هشدار میده، برای ما شما میگوید کسی که یک مؤمن را بیگناه به قتل میرساند جزای او جهنم میباشد. نه تنها که جهنم جزای از او میباشد بلکه در جهنم دائم میماند. به این معنا نظر به احادیث و نظر به آیت قرآن جای دیگه پروردگار عالم ارشاد میکنه هیچ مؤمن مسلمان، هیچ کلمه گوی، هیچ مؤمن در جهنم ابدی باقی نمیماند. ولی کسی که اینجا الله سبحانه و تعالی میگه کسی که انسان یک مؤمن بیگناه را میکشه ابدی در جهنم میمانه، یعنی جایگاه ابدی جهنم است، جنت برش حرام است. حالا که ما میبینیم نظر به آیت قرآن و نظر به یک حدیث هم برای شما میخوایم بخوانم که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که مؤمن و یا مسلمان چه رقم معرفی میکنه. رسول صلی الله علیه و آله میگه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی یک مسلمان، یک مؤمن کسی است، یک مؤمن، یک مسلمان کسی است که دیگران از دست و از زبان از او اذیت نشوند، محفوظ باشند. ولی حالا ما میبینیم که طالبا کی هستند؟ آیا ما از دست از اینا، از زبان از اینا آیا آرام هستیم؟ نه خیر نیستیم. نظر به این آیه مافوق و آیه‌های دیگر قرآن و تحت روشنی و آموزه‌های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و حدیثی را که من همین فعلا برای شما به خوانش گرفتم، تفکر و عملکردهای طالبان میتوان گفت که گروه ظالم، ستمگر، اشغالگر به نام طالب در مقابل با دین است. از دین ما و شما نیست بلکه در مقابل با دین ما و شما قرار دارند، یعنی دشمن دین مبین اسلام هستند. طالبان مثل که پیشتر انصاری صاحب هم اشاره کردن در رابطه با حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که پیغمبر صلی الله علیه و آله اینا را چه رقم در زمان خود معرفی کرده بود و یا اینکه اینا در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه را به قتل میرسانند، به شهادت میرسانند، اینا همون گروه هستند، پیروان همون گروه هستند که رسول صلی الله علیه و آله در زمان حیات خود اینا را به نام الخوارج معرفی کرده بود. الخوارج البته نظر به یک حدیث از بخاری، امام بخاری علیه رحمه، ما او را بر شما به خوانش میگیرم که امام بخاری در رابطه با اینا چه گفته. ولی پیش از او ببینم ما در قدم اول از همه که معذرت میخوایم چون ما واقعا آمادگی هم نداشتم به تقریر اینجا و چیزی از رای ما طالبان را طوری معرفی میکنم. طالبان فتنه آخر زمان یا به قول معروف دجال و یا خر دجال هستند، یعنی قدرت‌های زیونیستی دجال هستند و طالبان و همفکرانشان همان دجال ها و یا مرکب های همان دجال که ما شما به قول معروف در افغانستان به نام خر دجال شنیدیم، خواندیم، فکر میکنم که اینا همونا هستند. حمایت کردن از طالب و زایونیست در حقیقت دنبالروی و یا سجده کردن به همان
و همان ابلیسی است که در ابتدای خلقت آدم علیه السلام در مقابل با فرمان الهی قرار گرفت. نه تنها آدم را نپذیرفت بلکه اعلان مخالفت، دشمنی و نابودی آدم و آدم صفتان را کرد. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی امر میکنه به حضرت آدم که سجده بکو و حزب شیطان امر میکنه که شما سجده تعظیم بکنید به حضرت آدم علیه السلام، ایشان منکر میشن از امر پروردگار و نمیکنن. و ایشان هم امی طالبا و یا امی الخوارج همانا کسایی هستند. نظام طالب، نظامی را که اینا میخوان احیا کنن چی است؟ در قدم اول اینا میخواهند که احیا کنند ترس و بیم و وحشت و بربریت را در قلبهای مؤمنان، در قلبهای مردمان، مسلمان ها، در قلبهای افغانستانی ها. دوم، شعارهای مقدس دین اسلام را علیه اسلام و مؤمنان استفاده میکنند. یعنی از آیات قرآن و از احادیث و پیغمبر صلی الله علیه وسلم برداشت منفی میگیرن و به مردم ارائه میکنن تا اینکه ذهن شویی کنه او کسایی که البته بینش و یا فهم درست از اسلام نداره تا در گره و گپ‌ها و سخنهای آدما بیاین. سوم، نیست و نابود کردن تربیتگاه‌های انسانی اسلامی، یعنی انفجار مساجد، تخریب مکاتب، آتش زدن دانشگاه‌ها، سوختاندن کتاب و کتابخانه‌ها، تفرقه و قبضه میان اقوام و مذاهب مختلف، تفرق راه میندازند تا باشد مردم در خصومت‌های قومی کوچک مصروف شوند و کمزور شوند و بازی‌های کلان را با گروه اشغالگر بازی کنند و مانع هم کس نباشد. حالا یک تعداد، چون ما در رابطه با طالب به خاطر ازی بحث میکنم، یک تعداد دوستان ممکن به این فکر باشن که طالب مسلمان است، قیافتن البته مسلمان است، ریش داره، لنگی داره، قرآن میخوانه، در حد به فکر مردم شاید